هر بار که شما چیز تازه یاد میگیرید پیوندهای جدیدی توی مغزتون تشکیل میشه. یادگیری یعنی تشکیل پیوندهای سیناپسی جدید. تحقیقات جدید حوزه عصب شناسی نشون میده که 1 ساعت تمرکز دقیق روی یک مفهوم یا ایده میتونه تعداد پیوندهای مغز شما رو 2 برابر کنه. یعنی در نتیجه تعامل شما با محیط بیرون تغییرات فیزیکی ایجاد میشه. پس تمام این فلسفه ها، تمام داده های ذهنی، تمام نظریه ها و علوم مختلف در نئوکورتکس یا مغز متفکر شما ذخیره میشه. قدم بعدی اینه که این شناخت و فلسفه رو بگیریم و به کار ببندیم، شخصی سازی کنیم، اون رو بروز بدیم. یعنی به یه نوعی از این شناخت استفاده کنیم. اگه این کار رو درست انجام بدید میتونید رفتارتون رو با نیتتون هماهنگ کنید. میتونید کارهاتون رو با افکارتون هماهنگ کنید.